برادرها حاضر ما در جای کسلوی رکی کودکانه تاشکند حضور داریم. چقدر پول بود اینجا؟ 5 میلیون 5 میلیون سومی ازبکی من این ایسوری کمپانیا این برادر خرید کرده است. خدا نگهبان. السلام علیکم برادران خواندم، جوان محترم، نواسکو و حواسکو قند بابوش زنده و سربلند باشین. حاضر من در کسلی های کودکانه رکی شهر تاشکند زور دارم. حتی زبانم نمیپیچد که خیلی کسلی هستن. کسلی بهت کسلی مشکی موتیش است و ما از طرفی کمپانی استارت خب در اینجا حضور داریم و کمی مبلغ آورده به اینجا با همراه کمپانی ما با اینها خیریه کرده استیم. برای همین با ما باشید برادران. حاضر ما سخن رو با برادر رئیس کمپانی. السلام علیکم خانم برادران عزیز، با یک صحت سلامتی آرزومند هستم. خانوادانتون خوشبختی خورسندی باشد، هر دویم خنده کودک باشد. دوستان عزیز، مشکلی که میبینید حاضر این زمان همین کودک در حالتی نمخلی حالت دارد. کودکچه کسل رگ با کسل رگ گرفتار شده است. ما همین خلقمون قطعی همین کارگرایی که در همین کمپانی ما کار میکنن یک جایی یک کمی مبلغ جمع کرده بودیم 100,000 روبل. همین مادر مراجعت کرده بودن که مادر همین کودک مراجعت کرده بودن که کمکشون کنیم. حاضر همین جمع کرده آورده میرسونیم. بابا جون ان شاء الله الرحمن حاضر همین پول حسابی کمپانی های من دستی من بسته همین پولی ازبکی شما با هم بخدا ما با این خواهرک عزیز از حسابی کمپانیا خیر میکنم. من این برادرها مکیدتی 5 میلیون اینجا 5 میلیون سوم. چقدر پول بود اینجا؟ 5 میلیون سوم. 5 میلیون سومی ازبکی من این حسابی کمپانیا این برادر خیر کرده است. برادرها حاضر ما در جای کسلوی رکی کودکانه تاشکند حضور داریم. خب در آمدیم با عودت این کودک‌ها در آمدیم یک حالت دیدیم بسیار غمگین هم شدیم. کودک‌های خوسا کودک‌های معده با کسلی رگ گرفتارند. زبانم حتی نمیپیچه که با این نام این کسلی رو گیرم. بسیار یک جای دلگیرنده شد من. بعد خدا شکر که من خیلی شیرمردا هستم که حسابی کمپانیای استارت آوردن یک کمی مبلغ به اینها یاردم کردن و مادران خرسند شدن. خب چی گفتنی هستم برادرها، ما بلاگر هستیم. خودی من شخصا بابای بلاگر هستم و خودم اعلان کردگیم و در این راه بلاگری میخوام که خدمت کنم به خلق وطن و خواهش دارم از مردم سربلند تاجیکستان عزیز، از اون مردم دارنده، از اون مردم بای بدولت که شما مثال دارنده هستید، پول دارید و با ما بسیارتر مراجعت میکنن. هزارها مادران، هزارها خواهران مراجعت کرده هستند برای کمک. شما باید چرز بلاگرها برآمده خیر شما رو باید ما بتیم. اینام شما خیر ما شما رو بتیم. شما یک بای بدولت کارخانه دارید، تجارت دارید، شما با تقسیم کردن پولتون حتی صرفه هم نمیرید بخشیش. باید همکاری با بلاگرها همکاری زیج داشته باشید. حاضر من چندین زنها چندین مادران مراجعت کردن. بلاگ بابای بلاگر این به هیچ یک سخنی خالی اومد. من یگان پول یگان کارخانه یگان چی ندارم، فقط برآمد میکنم. برای همین آینده ها باید بلاگرها باید آدمای دارنده با بلاگرها کارهای زیج کنن، کارهای زیج کنن که برای تا که ما خیر و صدقات شما رو با آدمای نیازمند ما برده از ما به شما رسونیم. ما نمیخواد همچون یک پشتنیو برای برادرها که شوخی نمیکنم. حاضر من احسن به این شهرمرد وطن میگم که آماده در همینجا تو خیر خود را بسیار کرده است و در آینده نیت های بسیار هستند. وقتی که این برادر پولدار است شما با خیر میکنند.
وقتی که با پولدار میلیونر شد خیر میکنه. آدمی بی پول نه خیر کرده میتونه نه یگم سخاوت کرده یگم کرده نمیتونه. برای همین صحبت ها بسیار است. شما چی میتونید برادر؟ گفتنی هستم که دوستانی عزیز خواهران برادران، منم یک صغیر عادی هستم، من یک قشلاق هستم. منم یگان فرزند میلیونر نیستم، هفت پشتی من میلیونر نبودم. همین موفقیتی که در من هست، موفقیتی که من حاضر دارم، این همش دعاهای بیوه و بیچاره و صغیره و کودکای و همین انسانای کسل، انسانای محتاج. من هم همین بلاگر هستم، بابا خبر داره. کانال من کانال احسانی است. من همین فقط میخواهم که همین یاردم کنم، کمک کنم. این اولین بار نیست، من قریب زیاده 2 سال شد که من همین کار قطعی مشغول هستم. همین من فکر میکنم که همین دعای خلق مردم مستجاب شد که یکی ای عثمان غلطی. برادران عزیز، همین خداوند داده است من تقسیم کردم، خداوند داده است من تقسیم کردم. برادران عزیز، محله که او ندارد او برده میتواند. و همین خاطر برادران عزیز من به شما همین قدر میگم که دست ای خیریه و احسان نکنید. همه وقت در خیریه و احسان باشید. ان شاء الله ای خاندان شما خوشبختی، خرسندی کنده نمیشود. کودکای شما درد و کسل نمیبینند. ای آدمای محتاج دعا گیرید. دعا بخدا که دعا جدا هم قوی کلام است. من از تجربه خودم میگم. میخواهید موفق شدن، میخواهید خاندانتون برکه شود، احسان کنید. ای احسان دست نکنید. سلامت باشید. بابا جان عزیز، تشکر.